به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی و موفقیت شروع میکنیم. کتاب قورباغه را بخور، ویراست دوم با 2 فصل جدید. 21 روش عالی برای غلبه بر امروز و فردا کردن و انجام دادن کار بیشتر در زمان کمتر. نویسنده برایان تریسی و ترجمه مهدی قراچداغی. چاپ 13 این کتاب هستش که در اختیار منه و توسط نشر ذهن‌آویز در زمستان 1396 در تهران چاپ شده. این کتاب شامل پیشگفتار و مقدمه و نتیجه گیری هستش. 21 فصل داره که من ابتدا پیشگفتار و مقدمه رو برای شما میخونم، فصل‌ها رو شروع میکنم و در انتها نتیجه گیری رو خواهم خوند. لطفاً با من همراه باشید. پیشگفتار: از اینکه این کتاب را برای خواندن انتخاب کرده اید متشکرم. امیدوارم مطالب کتاب به شما هم به اندازه من و هزاران نفری که آن را خواندند کمک کند. در حقیقت امیدوارم این کتاب زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. هرگز برای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجود ندارد. شما عملاً در باطلاق کارها و مسئولیت‌های شخصی، پروژه‌های مختلف و انبوه مجلات و کتاب‌های روی هم انباش شده که قرار است یکی از همین روزها که فرصتی پیدا کردید آنها را بخوانید غرق شده اید. اما اشکال اینجاست که هیچ وقت فرصت پیدا نمی کنید. هرگز کارهایتان تمام نمی شوند. هرگز وقت نمی کنید و کارتان آنقدر سبک نمی شود تا همه کتاب‌ها و مجلات مورد نظرتان را بخوانید. هرگز فراغتی دست نمی دهد تا کارهایی را که در رویا قصد انجام دادنش را دارید انجام بدهید. و چه بهتر که بالا بردن بهره‌وری از طریق حل مسائل مدیریت بر زمان را هم فراموش کنید. در هر تعداد روش بالا بردن بهره‌وری شخصی که احاطه پیدا کنید، همیشه کارهایی که می‌خواهید بکنید با توجه به محدودیت زمانی که دارید بیشتر هستند و شما نمی‌توانید همه آنها را انجام بدهید. تنها در صورتی می‌توانید کنترل زمان و زندگیتان را به دست بگیرید که طرز فکر، کار و برخوردتان را با انبوه مسئولیت‌های تمام نشدنی روزانه تغییر بدهید. تنها به اندازه‌ای می‌توانید کنترل مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایتان را به دست بگیرید که کارهایی را متوقف سازید و زمان بیشتری از اوقات خود را صرف فعالیت‌هایی کنید که می‌توانند زندگی شما را متحول سازند. من بیش از 30 سال درباره مدیریت زمان مطالعه کردم. آثار پیتر دروکر، آلکس مکنزی، آلن لاکین، استفان کاوی و بسیاری دیگر را خواندم. من صدها کتاب و هزاران مقاله درباره بالا بردن کارایی شخصی و بهره‌وری بیشتر مطالعه کردم. این کتاب حاصل این مطالعات است. هرگاه به ایده خوبی برخوردم، آن را در کار و زندگی شخصیم امتحان کردم. اگر مؤثر بودند، آنها را در سخنرانی‌ها و همایش‌هایم گنجاندم و به دیگران آموزش دادم. گالیله زمانی نوشت: نمی‌توانید به کسی مطلبی را آموزش بدهید. تنها می‌توانید به او کمک کنید آن را در درون خود پیدا کند. با توجه به سطح دانش و تجربه شما ممکن است نقطه نظرهای مطرح شده در کتاب برایتان آشنا باشند. اما این کتاب آنها را در سطوح آگاهی بالاتری قرار می‌دهد. وقتی این روش‌ها و شیوه‌ها را آموختید و بارها و بارها از آنها استفاده کردید تا تبدیل به عادت شدن، جریان زندگی خود را به شکل مثبتی تغییر می‌دهید. قدرت هدف‌های مکتوب. اجازه بدهید کمی درباره خودم برایتان حرف بزنم و توضیح بدهم که این کتاب چگونه شکل گرفت. من
سوای ذهنی کنجکاو زندگی را با امتیازات چندانی شروع نکردم. در مدرسه درست درس نمی‌خواندم و سرانجام بدون اینکه فارغ التحصیل شوم مدرسه را ترک کردم. سالها کارگری و کارهای سخت بدنی کردم. به نظر می رسید آینده درخشانی انتظارم را نمی کشد. در جوانی در یک کشتی باری کاری پیدا کردم و به سیاحت دنیا رفتم. مدت 8 سال سفر و کار کردم. بعد کمی بیشتر به سفر رفتم و نتیجه آن شد که به بیش از 80 کشور در 5 قاره سفر کنم. وقتی دیگر نتوانستم کارگری پیدا کنم به دنیای فروش رفتم. درهای خانه‌های مردم را می‌زدم و صرفاً حق العمل می‌گرفتم. در کار فروش شاخه عوض می‌کردم و سرانجام به پیرامونم نگاه کردم و پرسیدم چرا سایرین موفق‌تر از من عمل می‌کنند؟ بعد کاری کردم که زندگیم را متحول ساخت. به سراغ فروشندگان موفق رفتم و از آنها پرسیدم که چه می‌کنند. آنها موضوع را با من در میان گذاشتند. به توصیه‌های آنها عمل کردم. میزان فروشم افزایش یافت. سرانجام به قدری موفق شدم که مدیر فروش شدم. به عنوان یک مدیر فروش هم از همین راهکار استفاده کردم. دانستم که مدیران فروش موفق چه می‌کنند و من هم مثل آنها کار کردم. این فرایند یادگیری و به کارگیری آنچه آموخته بودم زندگیم را تغییر داد. هنوز در حیرتم که این چقدر ساده و مسلم است. کافی است ببینید موفق‌ها چه می‌کنند و بعد کار آنها را انجام بدهید تا شما هم به نتایج آنها برسید. از متخصصان بیاموزید. به راستی که چه ایده خوبی بود. موفقیت قابل پیش‌بینی است. به زبان ساده بعضی‌ها موفق‌تر از دیگران عمل می‌کنند. زیرا بعضی از کارهایشان را به طور متفاوت انجام می‌دهند. کارهای درست را درست انجام می‌دهند و از همه اینها مهمتر از اوقات خود به مراتب بهتر از دیگران بهره می‌گیرند. من که پس زمینه ناموفق داشتم با احساسی از حقارت روبرو بودم. احساس نابسندگی و بیکفایتی می‌کردم. بی جهت گمان می‌کردم اشخاصی که بهتر از من عمل می‌کنند به واقع بهتر از من هستند. اما دانستم که این حرف لزوماً درست نیست. آنها به طرز متفاوتی کار می‌کردند و آنچه را که آنها آموخته بودند من هم می‌توانستم بیاموزم. این باور انقلابی در من ایجاد کرد. از این کشفی که کرده بودم به هیجان آمدم و هنوز هم در همین وضع به سر میبرم. فهمیدم میتوانم زندگیم را تغییر بدهم و تقریباً به هر هدفی که برای خود تعیین میکنم برسم. کافی بود بدانم دیگران در این زمینه چگونه رفتار میکنند. بعد باید کار آنها را میکردم تا به همان نتایجی که آنها میگرفتند برسم. در فاصله 1 سال که در زمینه فروش فعال شده بودم به یک فروشنده تراز اول تبدیل شدم. سال بعد مدیر فروش شدم. در مدت 3 سال توانستم معاون مدیر عامل و مسئول 95 نفر نیروی فروش در 6 کشور بشوم. در آن زمان 25 ساله بودم. طی سالهای گذشته در 22 شغل متفاوت کار کردم. شرکت‌های متعددی را پایه‌گذاری کردم و از یکی از دانشگاه‌های معتبر مدرک بازرگانی گرفتم. در ضمن زبان‌های فرانسه، آلمانی و اسپانیایی را آموختم. در بیش از 1000 شرکت به عنوان آموزش دهنده، مشاور و سخنران کار کردم. در حال حاضر همه ساله برای بیش از 250,000 نفر سخنرانی می‌کنم یا همایشی می‌گذارم. گاه جمعیتی که پای صحبتم می‌نشینند به 20,000 نفر می‌رسد. حقیقت ساده: در تمام مدت فعالیت شغلی و حرفه‌ایم به حقیقت ساده‌ای پی بردم. اینکه باید روی مهمترین کارم تمرکز کنم و آن کار را به خوبی انجام بدهم که این کلید موفقیت برخوردار شدن از احترام، مقام و منزلت و سعادت در زندگی است. این بینش و فراست جان کلام و روح و روان این کتاب است. این کتاب را از آن جهت نوشتم تا به شما نشان دهم چگونه می توانید به سرعت در کار و حرفه خود پیشرفت کنید.
و همزمان با آن زندگی شخصی خود را سرشار سازید. در صفحات این کتاب به 21 اصل به شدت قدرتمند برای بالا بردن کارایی و اثربخشی شخصی اشاره کردم که آنها را در طول مدت زندگی کاریم به دست آوردم. این روش‌ها، شیوه‌ها و راهکارهای عملی و به اثبات رسیده هستند و به سرعت مؤثر واقع می‌شوند. برای صرفه‌جویی در وقت به توضیحات و تبیینات روانشناختی و احساسی و عاطفی برای دفع الوقت کردن و یا مدیریت زمان ضعیف اشاره‌ای نمی‌کنم. کاری هم به بررسی مفصل نظریه‌ها یا پژوهش‌های به عمل آمده ندارم. آنچه با خواندن این کتاب می‌آموزید اقدامات خاصی هستند که می توانید بلافاصله از آنها استفاده کنید و به نتایج بهتر و سریعتری در کارتان برسید و بر خوشبختی خود بیفزایید. هر یک از نقطه نظرهای مطرح شده در این کتاب به افزایش میزان تولید، بهره‌وری، عملکرد و بازده در هر کاری که می کنید منتهی می شوند. می توانید از بسیاری از مطالب کتاب در زندگی شخصی خود هم استفاده کنید. هر یک از روش‌های 21 گانه به تنهایی کامل است و آنچه لازم است در مورد هر کدام توضیح داده شده‌اند. ممکن است یک راهکار در یک موقعیت و راهکار دیگر در موقعیت دیگری کاربری بیشتری داشته باشند. اما همه 21 اصل به اتفاق در حکم مجموعه‌ای از روش‌های مؤثر هستند که در هر زمانی می توانید از آنها استفاده کنید. کلید موفقیت دست به کار شدن و عمل کردن است. این اصول سبب بهبود سریع و قابل پیش بینی در عملکرد و نتایج می شوند. هرچه آنها را سریعتر بیاموزید و از آنها سریعتر استفاده کنید، در کار و شغلتان سریعتر پیشرفت می کنید و در این حرف شک نداشته باشید. وقتی بیاموزید که چگونه این قورباغه را بخورید، محدودیتی برای موفق شدن شما وجود نخواهد داشت. برایان تریسی، سالانا بیچ، کالیفرنیا، اکتبر سال 2006. اما مقدمه قورباغه را بخورید. دوران شگفت‌انگیزی است که در آن زندگی می‌کنیم. هرگز به اندازه امروز فرصت مناسب و امکانات برای دستیابی به هدفهایتان وجود نداشته است. هرگز در تاریخ انسانی به این اندازه امکان انتخاب نداشتید. در واقع به اندازه کارهای خوب که می توانید انجام بدهید فراوان است که توانایی شما در انتخاب از میان آنها مهمترین عامل تعیین کننده در موفقیت هایی است که می توانید در زندگی خود آن را به دست آورید. اگر شما هم مانند اغلب مردمان این روزگار باشید، وقت کافی برای همه کارهایی که می خواهید بکنید ندارید، در حالی که تلاش می کنید به کارهایتان برسید و از آنها جلو بیفتید. کارها و مسئولیت‌های جدیدی چونان جذر و مد به زندگیتان وارد می شوند. به این دلیل هرگز نمی توانید هر کاری را که لازم است انجام بدهید. شما هرگز بر کارهایتان پیشی نمیگیرید. همیشه از انجام دادن بعضی از کارها و مسئولیت‌ها و احتمالاً از بسیاری از آنها عقب هستید. نیاز به انتخاب. به این دلیل و شاید بیشتر از هر زمانی توانایی شما در انتخاب مهمترین کاری که در هر لحظه باید انجام بدهید و بعد به سرعت و به درستی آن کار را انجام دادن بیش از هر کیفیت و مهارتی میتواند روی موفقیت شما تأثیر بگذارد. آن انسان متوسطی که اولویت‌ها را مشخص می‌کند و کارهای مهم را انجام می‌دهد، خیلی زود از نابغه‌ای که زیاد حرف می‌زند، برنامه‌های عالی می‌ریزد اما کار چندانی صورت نمی‌دهد، جلو می‌زند. واقعیتی درباره قورباغه‌ها. مارک توین زمانی گفت اگر اولین کاری که هر روز صبح می‌کنی این باشد که یک قورباغه را زنده بخوری، تمام روز خیالت راحت است که بدترین حادثه آن روز را پشت سر گذاشته‌اید. قورباغه شما مهمترین کاری است که پیش رو دارید و اگر همین حالا فکری به حال آن نکنید، احتمالاً انجام دادن آن را به بعد موکول خواهید کرد. این همان کار و وظیفه است که
میتواند مهمترین تاثیر را بر زندگی شما بگذارد و بلافاصله نتیجه بدهد. قاعده اول درباره خوردن قورباغه. اگر مجبورید 2 قورباغه را در یک روز بخورید، اول قورباغه زشتر را بخورید. در واقع این بدان معناست اگر 2 کار مهم پیش روی خود دارید، با کاری که سخت‌تر، بزرگتر و مهمتر است شروع کنید. خودتان را عادت بدهید که بلافاصله دست به کار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا آن کار تکمیل شود و شما به سر وقت کار بعدی بروید. این را به عنوان یک امتحان در نظر بگیرید. فکر کنید چالشی است که باید با آن روبرو شوید. در برابر این وسوسه که کار ساده‌تر را اول انجام بدهید مقاومت کنید. پیوسته به خود یادآور شوید که این یکی از مهمترین تصمیماتی که همه روزه میگیرید این است که قبل از هر چیز چه کاری را باید بکنید و کدام کار را به بعد موکول کنید تا آن را دیرتر انجام بدهید. آن هم تازه به این شرط که قرار باشد کار بعدی را بکنید. قاعده دوم درباره خوردن قورباغه. اگر مجبورید یک قورباغه را زنده بخورید، فایده ندارد که مدت‌ها به تماشای آن قورباغه بنشینید. راه رسیدن به عملکردهای سطح بالا و بهره‌وری زیاد این است که عادت کنید تا اول کارهای مهمتر و اصلی‌تر را انجام بدهید. به عبارت دیگر باید عادت کنید که ابتدا قورباغه را بخورید و بعد به کارهای دیگر بپردازید و زیاد هم وقت را تلف نکنید. بلافاصله دست به کار شوید. در بررسی مردان و زنانی که به سرعت بیشتری ارتقای درجه میگیرند و حقوقشان افزایش می‌یابد، می‌بینیم که این افراد از کیفیت عملگرایی برخوردارند. این مهمترین خصیصه است که این اشخاص در تمام کارهایشان نشان می‌دهند. انسان‌های موفق کسانی هستند که ابتدا به سراغ کارهای دشوارتر می‌روند. خود را عادت می‌دهند که استمرار و پشت کار داشته باشند و عزم خود را جذب کنند تا آن کار را به پایان برسانند. در دنیای ما، به خصوص در دنیای تجارت و بازرگانی ما، به شما حقوق می‌دهند تا نتایج ویژه و ملموسی به دست آورید. به شما حقوق می‌دهند تا کار ارزشمندی بکنید و در حدی که از شما انتظار دارند ظاهر شوید. دست به کار نشدن از جمله مهمترین معضل سازمان‌های امروزی است. خیلی‌ها فعالیت کردن را با به نتیجه رسیدن به اشتباه می‌گیرند. مرتب حرف می‌زنند، در جلسات بیشمار شرکت می‌کنند و برنامه‌های عالی می‌ریزند، اما دست آخر هم کسی کاری صورت نمی‌دهد و به نتیجه‌ای که قرار است برسند نمی‌رسند. عادت‌های موفقیت را در خود ایجاد کنید. موفقیت شما در کار و زندگی بستگی به عادت‌هایی دارد که طی زمان در خود ایجاد می‌کنید. عادت اولویت‌ها را مشخص کردن، غلبه بر تنبلی و مسامحه کاری و با مهمترین کار شروع کردن یک مهارت ذهنی و جسمانی است. این مهارتی است که با تمرین و تکرار حاصل می‌شود. باید آنقدر تمرین و تکرار کنید تا این عادت در ذهن نیمه هوشیار شما جای بگیرد و بخشی همیشگی از رفتار شما بشود. وقتی این تبدیل به عادت شد، حالت خودکار پیدا می کند و انجام دادنش آسان می گردد. عادت شروع کردن و تکمیل نمودن مهمترین کار نتایجی فوری و ادامه دار دارد. شما ذهناً و به لحاظ احساسی و عاطفی به گونه‌ای طراحی شده اید که با تکمیل کردن کارها به یک احساس مثبت برسید. این شما را شادمان می کند. به شما احساس برنده بودن می دهد. هرگاه کاری را تکمیل می کنید، احساس می کنید که سرشار از انرژی شده اید. اشتیاق و عزت نفس در شما موج می زند. در این میان کاری که تکمیل می کنید هر اندازه مهمتر باشد، احساس شادمانی، اعتماد به نفس و قدرت بیشتری می کنید و از خود و دنیایتان راضی می گردید. با تکمیل کردن هر کار و وظیفه مهم در مغز شما اندورفین ترشح می شود. این اندورفین به شما وجه طبیعی می دهد. هجوم اندورفین که بعد از تکمیل شدن هر کاری صورت می گیرد
به شما احساس مثبت بودن، جذابیت، خلاقیت و اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد. اعتیاد مثبت را در خود ایجاد کنید. در اینجاست که به یکی از مهمترین اسرار موفقیت می‌رسیم. می‌توانید به اندورفین به طرز مثبت محتاج شوید. می‌توانید به اعتماد و اطمینان خاطر و صلاحیتی که در خود احساس می‌کنید عادت کنید. وقتی این اعتیاد ایجاد می‌شود، تقریباً بدون اینکه فکر کنید، زندگی خود را به گونه‌ای سازمان می‌دهید که ابتدا کارها و پروژه‌های مهمتر را شروع و به انجام برسانید. این گونه شما به واقع به موفقیت و تأثیرگذاری معتاد می‌شوید و این یک اعتیاد مثبت است. یکی از راه‌های داشتن یک زندگی عالی و سرشار، داشتن یک شغل موفق و برخوردار بودن از یک احساس عالی در قبال خود این است که به خود عادت بدهید که ابتدا کارهای مهم را شروع کنید و آن را به انتها برسانید. در این زمان است که این رفتار قدرتی از آن خود پیدا می کند و بعد می بینید که انجام دادن کارهای دشوار از به پایان نرساندن آنها آسان‌تر می شود. راه میانبری وجود ندارد. به یاد آن حکایتی بیفتید که مردی یک موسیقیدان را در خیابانی در نیویورک می بیند و از او می پرسد چگونه می تواند به تالار کارنگی برسد؟ موسیقیدان در جوابش می گوید تمرین کن آقا، تمرین. تمرین کلید احاطه پیدا کردن بر تمامی مهارت هاست. خوشبختانه ذهن شما به یک عضله شباهت دارد. هرچه از آن بیشتر استفاده کنید قدرتمندتر می شود. با تمرین می توانید هر رفتاری را بیاموزید و هر عادتی را که مطلوب می پندارید در خود ایجاد کنید. 3 کیفیت برای شکل‌گیری عادت. برای ایجاد عادت تمرکز کردن به 3 کیفیت مهم نیاز دارید که همه آنها آموختنی هستند. این کیفیت عبارتند از تصمیم گیری، نظم و انضباط و عزم راسخ. قبل از هر کار تصمیم بگیرید که عادت به انجام رساندن کارها را بیاموزید. دوم، در خود نظم و انضباطی ایجاد کنید تا اصولی را که باید بیاموزید با تکرار به اندازه کافی بیاموزید و بر آن مسلط گردید. و سرانجام در هر کاری که می کنید عزم جزم داشته باشید تا اینکه عادت در شما مستقر گردد و بخشی از شخصیت شما بشود. آنطور که دوست دارید خود را تصور کنید. روش خاصی وجود دارد که به طریق آن می توانید پیشرفت خود را برای رسیدن به شخصی مؤثر، مولد و کارآمد تسریع کنید. لازمه این کار این است که پیوسته به پاداش و اجر و منافع عملگرا شدن، با سرعت حرکت کردن و داشتن تمرکز بیشتر فکر کنید. خودتان را در قالب کسی ببینید که به سرعت کارهایش را انجام می دهد و در کارش از مداومت و انسجام برخوردار است. تصویر ذهنی که از خود دارید روی رفتار شما تاثیرگذار است. خود را کسی تصور کنید که می‌خواهید در آینده به او تبدیل شوید. تصویر ذهنی شما و به عبارتی برداشتی که از درون از خود دارید تا حدود زیادی عملکرد بیرونی شما را رقم می‌زند. جیم کاتکارد که یک سخنران حرفه‌ای است می‌گوید شما هر طور که خودتان را ببینید همان او می‌شوید. بهبودی بیرونی با بهبودی درون امکان پذیر می‌شود. همه چیز بستگی به این دارد که در ذهن خود چه تصور و تصویری دارید. شما از یک توانمندی نامحدود برای آموختن مهارت‌ها، توانمندی‌ها و عادت‌های جدید برخوردارید. وقتی به کمک تکرار و تمرین خودتان را آموزش می‌دهید تا بر تنبلی و دفع الوقت کردن غلبه کنید و مهمترین کارتان را ابتدا به انجام برسانید، به سرعت در جاده زندگی به حرکت در میایید و در کار و زندگی موفقیت را تجربه می‌کنید. قورباغه را بخورید. اما به دلیل اینکه ما فرصت نمی‌کنیم برای اینکه کامل همه فصل‌ها رو برای شما بخونم، ترجیح میدم که عنوان هر فصل رو براتون بخونم و برم سراغ فصل آخر که نتیجه گیری هستش. اما فصل 1 میگه میز را بچینید و در ابتدای هر فصل هم یک جمله قصار و زیبا از یکی از نویسندگان بزرگ هستش که من اون جمله رو برای شما میخونم.
برای برنده شدن باید از کیفیتی برخوردار بود که همانا داشتن هدف شخص است. هر کس باید بداند که چه می‌خواهد و برای رسیدن به این خواستش اشتیاقی سوزان داشته باشد. ناپلئون هیل. فصل دوم. هر روز را از قبل برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید کاری درباره‌اش انجام دهید. الن آلالین. اما فصل 3. قاعده 80-20 را در همه کارها رعایت کنید. همیشه به اندازه کافی وقت دارید. کافی است از آن به درستی استفاده کنید. یوهان ولفگانگ فون گوته. اما فصل 4. نتایج را در نظر بگیرید. هر کس به همان تناسب که نیرویش را مصروف کار به خصوصی بکند به عظمت میرسد و موفق می شود. اوریسون سوند ماردن. فصل 5. تنبلی خلاق را تجربه کنید. همه روزه برای انجام دادن کارهای مهم وقتی را اختصاص دهید. درباره کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید از قبل برنامه‌ریزی کنید. صبح اول وقت چند کار کوچک اما خیلی مهم را انجام بدهید و بعد از آن مستقیما به سر وقت کارهای مهم بروید و تا زمانی که آنها را اتمام نکردید آرام نگیرید. بوردروم ریپورتر. فصل 6. پیوسته روش الفبا را تمرین کنید. نخستین قانون موفقیت تمرکز کردن است. همه انرژی خود را مصروف یک نقطه کنید. مستقیما به سر وقت این نقطه بروید. نه به راست نگاه کنید و نه به چپ. ویلیام ماتیوس. فصل 7. به شاخصه های کلیدی بیاندیشید. وقتی همه منابع ذهنی و جسمانی متمرکز بشوند، قدرت انسان برای حل مسائل به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود. نورمن وینسنت پیل. فصل 8. قانون 3 را به کار ببرید. هر جا که هستید با هر چه دارید کاری صورت بدهید. یک سیاستمدار این جمله را گفته. فصل 9. قبل از اینکه شروع بکنید تدارک ببینید. هر قدر هم از توانایی‌های خود استفاده بکنید نمی‌توانید در مدت عمرتان از همه توانایی‌های بالقوه خود استفاده نمایید. جیمز تی مکی. فصل 10. در هر لحظه روی یک کار متمرکز شوید. اشخاصی که به نسبت از توانمندی‌های متوسط برخوردارند اگر با تمام وجود در هر لحظه به یک کار بچسبند به مراتب موفق‌تر می‌گردند. ساموئل اسمال. فصل 11. مهارت‌های کلیدی خود را افزایش دهید. تنها ابزار مطمئن برای موفق شدن این است که در هر کاری که می‌کنید خدمات بیشتری از آنچه از شما توقع دارند ارائه بدهید. اوک ماندگینو. فصل 12. استعدادهای خود را تقویت کنید. کارتان را بکنید. تنها به این هم قناعت نکنید. کمی بیشتر کار کنید و بدانید که همین کمی بیشتر به اندازه بقیه کارتان ارزش دارد. دین بریگز. فصل 13. موانع مهم پیش روی خود را شناسایی کنید. تمام اندیشه را روی کاری که در دست دارید متمرکز سازید. نور خورشید تا زمانی که متمرکز نشود نمی‌سوزاند. الکساندر گراهام بل. فصل 14. به خودتان فشار بیاورید. اولین شرط موفقیت این است که به طرزی خستگی ناپذیر و پیوسته انرژی جسمانی و ذهنی خود را روی یک مسئله متمرکز سازید. توماس ادیسون. فصل 15. توانمندی‌های خود را به حداکثر برسانید. منابع خود را جمع کنید. از تمام توانمندی‌های ذهنی خود استفاده کنید. انرژی‌های خود را هدایت کنید و تمام قابلیت‌هایتان را برای احاطه بر دست کم یک زمینه تلاش متمرکز سازید. جان هاکای. فصل 16. برای کار بیشتر به خودتان انگیزه بدهید. تن دادن به ماجراهای بزرگ و تلاش برای پیروزی و اقدام خلاق است که انسان را نشاط فراوان می‌بخشد. آنتونی دوسن اگزوپری. فصل 17. مقهور تکنولوژی نشوید. زندگی چیزی بیش از سرعت دادن به آن است.
ماهاتما گاندی. فصل 18. کار را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید. شروع هر عادت شبیه به یک نخ نامرئی است، اما هر بار که عمل خود را تکرار می‌کنیم تاری بر این نخ اضافه می‌کنیم تا اینکه به طناب کلفتی تبدیل می‌شود و به دور اندیشه و عمل ما می‌پیچد. اوریسون سوند ماردن. فصل 19. برای هر کاری زمانی در نظر بگیرید. کاری بیشتر از تمرکز انرژی روی هدفهای محدود به زندگی شما قدرت نمی‌بخشد. نیدو کوبین. فصل 20. احساس اضطرار بکنید. منتظر نمانید زمان 100% مناسب فرا نخواهد رسید. همین حالا شروع کنید. با ابزاری که در اختیار دارید کار کنید. وقتی دست به کار شدید ابزار بهتر را پیدا می‌کنید. ناپل اون هیل. و فصل آخر، فصل 21. کارها را یکی یکی انجام بدهید. در اینجا به رمز و سر قدرت واقعی می‌رسیم. با تمرین کردن پیوسته و مستمر بیاموزید که چگونه از منابع خود به درستی استفاده کنید. در هر لحظه روی یک کار متمرکز شوید. جیمز آلن. و فرصتی نمی کنم که من نتیجه گیری رو برای شما بخونم. امیدوارم که این کتاب زیبا لذت بخش بوده باشه واسه شما و حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. امیدوارم که دوستش داشته باشید و لذت بخش بوده باشه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.